الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق الله العظیم. خدمت همه شما بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما و در سلسله برنامه‌های آخرین پیام الهی قرار داریم. الله رب العزت و الجلال در توفیقات همه ما و شما بیفزاید و برای من توفیق شنیدن و عمل کردن عنایت بفرماید. بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما تحت عنوان ثمره و فایده استغفار هست. استغفار کلمه پرمعنا و در زبان گفتنش بسیار راحت و سبب نجات و فلاح و رستگاری انسان می شود و سبب بخشش گناهان انسان می شود. استغفار کلمه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایات می فرمایند من روزانه بیش از 70 مرتبه این کلمه را می خوانم، یعنی استغفار می کنم. استغفار کلمه است که اگر ما با او متصل بشویم هم دنیایمان و هم آخرتمان آباد می شود. استغفار کلمه است که اگر ما با اخلاص و از صدق دل او را تکرار بکنیم و بخوانیم نامه سیاه اعمالمان تبدیل به سفید می شود. استغفار کلمه است که بیشترین حیات دنیا و آخرتمان با او وابسته است، ولی متاسفانه امروز بسیار از ما از او غافل هستیم. یادم آمد از داستان 3 نفر آمدن پیش امام حسن بصری رحمه الله تعالی. نفر اول وقت وارد شد فرمود ای امام، الله تبارک و تعالی برایم فرزند نداده، دعا کنید که خداوند برایم فرزند بده. فرمود استغفر الله. نفر دوم وارد شد گفت ای امام، امسال هیچ زراعت نیست، کشت و کشت ما از بین رفته، کشت و زراعت ما. امام فرمود استغفار کن، استغفر الله. نفر سومی وارد شد فرمود ای امام، امسال خشکسالی آمده، هیچ باران نیست، دعا کنید که الله باران بده. حضرت امام حسن بصری رحمه الله فرمودن استغفر الله. کسی اونجا نشسته بود فرمود ای امام، اینها مشکلشان را مطرح کردن، شما برای هر سه اینها گفتید استغفر الله. امام حسن بصری فرمودن این آیت سوره نوح را تلاوت کردن. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. بگو برای اینها ای پیامبر که استغفار بکنن پروردگارشان را، از خالقشان معذرت بخواهند که همانا پروردگار می باشد بخشاینده، آمرزش کننده، یعنی در می گذرد از سر تقصیرات همه شما. زمانی که شما استغفار کردید الله تبارک و تعالی یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمتش را بر شما سرازیر می کند. باران رحمتش را بر شما سرازیر می کند، پس خشکسالی برطرف می شود. و یمددکم باموال و بنین، و الله تبارک و تعالی عنایت می کند، عطا می کند برای شما از سرمایه به فرزندان. و توسط استغفار است که الله برای شما هم ثروت میده و هم فرزند. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. الله تبارک و تعالی میگرداند برای شما باغها و نهرهای آب را جاری.
یعنی کشت و زراعت شما و توسط آب خوب می شود. الله اکبر. پس این ثمره استغفار هست، فایده استغفار هست. یعنی یک، وقتی که شما استغفار کنید الله گناهانتان را می بخشد. انه کان غفار. دو، وقتی شما استغفار کنید الله رحمتش را بر شما سرازیر می کند. سه، وقتی شما استغفار کنید الله در مال و اولادتان برکت ایجاد می کند. اونها سبب استراحت و راحتی شما می گرداند. چهار، وقتی که شما استغفار کنید الله کشت و زراعت شما را رشد می دهد و نهرهای آب از هر طرف جاری می باشد. این همش ثمره استغفار هست. اما استغفار چیست؟ ما چگونه باید استغفار بکنیم؟ با چند شیوه، با چند کلمه شما می توانید استغفار بکنید. کوتاه‌ترین کلمه استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. این کوتاه‌ترین کلمه هست که شما با این شیوه می توانید از خدا بخواهید. دومش استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. نوع سومش استغفر الله ربی من كل ذنب و اتوب الیه. نوع چهارمش استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. هر کدامی که از اینها برای شما راحت تر است. حداقل روزانه تلاش کنید، کوشش کنید که باید 100 مرتبه استفاده کنید از این. همه چیز ما، هم دنیای ما هم آخرت ما جور می شود. هم در دنیا با فکر و روح و روان آرامش و هم مال و ثروت، هم رحمت خدا، هم کشت و زراعت، هم بخشش گناهان، همه نصیبمان می شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند هیچ بنده نیست که او استغفار کند و استمرار ببرزد برای استغفار مگر ای که الله تبارک و تعالی آنچه که وعده کرده برایش عنایت می کند. الله وعده کرده گناهانت را می بخشم، می بخش. الله وعده کرده باران و رحمت خود را سرازیر می کنم، سرازیر می کنم برای شما. الله وعده کرده که در مال و ثروتتان، در اولادتان برکت ایجاد می کنم، او را وسیله راحتی شما می گردانم. حقا که وعده خداوند حق است. الله وعده کرده که و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، کشت و زراعت و به اصطلاح نهرهای آب جاری می شود اگر شما استغفار بکنید، چون زراعت بدون آب امکان پذیر نیست. و او لحاظ است که الله تبارک و تعالی همه اینها را به ما بر اساس استغفار وعده داده. و امام حسن بصری رحمه الله برای او 3 نفر فرمود شما برای استغفار بکنید. استغفار است که رزق و روزی انسان فراخ میکنه. استغفار است که گناه انسان بخشش میکنه. استغفار است که وسیله آبرو به عزت انسان هم در دنیا و هم در آخرت. استغفار است که هم برکت در مال و ثروت و اولاد انسان. استغفار است که به وسیله اون رحمت الهی سرازیر می شود. استغفار است که به وسیله اون حزن و غم و اندوه از انسان دور می شود. اگر می خواهید خوشحال زندگی بکنید پس با این واژه و این کلمه مقدس و زیبا وصل شوید. استغفر الله ربی من كل ذنب و اتوب الیه. الله تبارک و تعالی به همه ما توفیق استغفار عنایت بفرماید. تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار میگیریم همه شما را به الله پاک و بنیاز میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.